مبارک حاج منصور. ممنون آتی. چه ماشینی خریدی؟ این دفعه پیش ماشین خفنه رو داشتیم که اونقدر بازار شد اینو گرفتیم. بیا حاج ببین امکاناتشو بیایم بچه نگاه کنیم. این امکانات خاصی نداره، فقط الان میره میخوره به اون ماشین مواظب باش. آره فقط الان مسافر چشی داریم میکنیم. یه بازار روغن هم که نمیخری روغن بیاره. چه روغن نداریم دیگه. الان اونقدر کنارباری دادن روغن دستمون مونده. ما الان فقط داریم مسافر چشی میکنیم. بچه‌ها سوار شید. هول بدین روشن شه بعدا. دوستان امروز اومدیم یه آقای پیدا کردم ماشین خفنی داره. ببینید شغل ایشون چیه که به این درآمد و این ماشین رسیدن. سلام آقا، خسته نباشید. ممنون، تشکر. آقا شغل شما چیه که اینقدر ماشین زیبایی دارید؟ ببین ما رفتیم تو تبلیغات اینستاگرام دنبال بنده خدا که میگفت بیای آیندی رو یاد بگیرید تا بن سوار شیم. ما رفتیم واقعا به جایی نرسیدیم، خودمون ریختیم دور. ولی دو سه تا رفیق پایه داشتیم. یه هفته از داریم شبانه روز تلاش میکنیم این دو تا ماشین رو دزدیدیم. خیلی خوب حال داد. اینا وسایل خاصی نمیخواد، فقط یه آموزش میشه بچه‌ها ببینید جواب میده. نمیخواد برید تو این اینستاگرام پکیج بخرید. همینا هم جواب میده. کار تو رو میذارم. آقا خیلی ممنون.